روزتون بخیر و باشادی دوستان عزیز و مهربان. امیدوارم که هر یک شما خوب هستید، صحت و سلامت هستید. ما قطع خوب بیرون برمدگیم، پگودی به نهایت خوب و این روز ششم روزی رمضانه و برای الف اینم خیلی مکتب دو گفتن یگان کнига اینه میره زکاس کردم сказки рассказы میخونه و یه دفتر داره و ایده مینویسه کدومشه امی сказку رو авторшона و ساعتشون و روزشون که خوندگیشه مینویسه. برای رای زکاس کردم شو این اومدیم اول برس گرفتیم کم ترک همینجا میگردم گودکو بعد میدرویم نصیب باشه خوراکشون تیار میکنه برای افطاره. نمی هر دوش قریب بهار اومده است، برف اومده خیلی آب شده است. نمی خیلی زنای عزیز و مهربان، من روز تیار کرده استم چیده تاریکه نمیدونم تیار کرده استم. اینم خیلی بقلاجان در تخم تر کرده بریون کرده استم. ایده درونش پامیدور و بادرینگ می اندازم. بعد اینم خیلی پخته استم. من ایجاده خیلی تیار کرده استم گونکی سالاد سونیا باشه کیکسی که تیار کرده استم کتی سیب. بعد برای خوراک شام باشه چی تیار میکنیم؟ کازان کباب مرغی و گوی. برای که مرغ بودکای ما به دوست میدارن گوشت مرغ شوهرم دوست نمیدارن نمیخواد. این از زنای مهربان سونیا کیکسی که پخته خیلی بگده میچشیمش نمیدونم اکو این اگده مگه بیاگون چی بپزم میپزم خیلی ما ویدیو نمیکنم. بعد رولتیکای ما هم تیار شد کمکگ اکو نمیدونم میخورن گودکایا نمیخورن بخلاجان نغز نمیبینن. در درونش اینه خیلی تворожный سیر کتی زلینه شکیدون. بعد پامیدور و بادرینگ اینه خیلی ریزه کده در بیناشون تا دادگیم. چه خیلی که میگم ما ویدیو میکنم که آدم ها ذوق کنن تماشا ذوق کنن بخیزن بپزن. من همینم خیلی ویدیو تماشا میکنم یگان چی دلم کشی داخل دل نیک باشه من میخیزم تیار میکنم. برای همون من همی رولتیکو رو تیار کردم. این همی رولتیکو رو تیار کردم اکو ای را میمونم ای پسی خوراکمان میشویم. خوراک که تیار کردیم با نشان میتیم تون. دوستان عزیز و مهربان چه خیلی که دیدسته گفتم بگه دا کازان کباب میکنم. اینم خیلی کارتوشکا ما سرخ کده گرفتم. ما بسیار ترک کارتوشکش بسیار میندازیم چیم گوشتوش. اینه گوشتم بریون کده استم گوشتم بریون کده استم. چه خیلی که گفتم گوشت ما خطی گوشت گوی جایی هر دوشو بریون میکنم سرخک میکنم رنگم یا سرخکی خوش رو میکنم رنگ کارتوشکا با میگیرم. این کارتوشکا نمک نداره و کسانی که تیار کردگی نیستن حتما تیار کنید به نهایت با مزه. هازی دو تا پیازی کلان میگیرم ریزه کرده میمونم. وقتی که نه گوشتای ما سرخ خوش رو شد روغنش کم میکنیم. بعدا پیازه میاندازیم و بعد از بغاش بودمی کارتوشکا را ابرد نمیاندازیم و دم میپرتویم میشه کم ترک آب انداخته. دوستان عزیز و مهربان این خوراک منو کشیدیم نمازکامونو خواندیم. اکو نمیدونم شروع دیگه به نمکم دیگه ایش نمیدونم وازی میچشیم. بعد در اینجا باشه ولاگ با پایان میرسونیم تا ولاگ آینده در پناه خدا باشد. خداوند نگهداری هر یکی ما و شما باشد. خیر.